دوست داری واسه خودت استوری موشن طراحی کنی؟ پس تا ادامه ویدیو با من همراه باش. سلام، من محمد رسول هستم و قرار تو این آموزش بهت یاد بدم چطوری اگه محصولی داری یا اگر میخوای استوری تبلیغ بدی و نیاز داری که استوری موشن داشته باشی ولی خب سخته توی افتر افکت، قرار تو این آموزش بهت یاد بدم چطوری داخل پریمیر این کارو بکنی و یه چیز حرفه‌ای و جمع جور باحال در بیاری. قطعاً یه استوری موزیکال و متحرک خیلی بهتر از یه استوری ساده است، ولی خب میدونم سخته طراحی کردنش داخل افتر افکت، ولی قرار راحتت کنم و تو پریمیر این آموزشو برات بذارم. پس وقت تلف نمی‌کنم، بریم داخل محیط پریمیر، اونجا بهت بگم چیکار کنی. خیلی راحته، بزن بریم. خب مک با کار با هم دیگه نگاه اندازیم، بگیم چه مراحلی داره و برگردیم ببینیم که چیا رو باید انجام بدیم. من اینجا یه پاوز میزنم، میخوام که از همین اول بهتون توضیح بدم خیلی سریع. ما اینجا یک بک‌گراند داریم، میتونه هر بک‌گراندی باشه، از این کادرهای رنگی یا عکس باشه، هر چیزی باشه فرقی نداره. قدم بعدی میایم اینجا یه شیپی داریم که میاد بالا، یه شیپ رنگی گرادیانت هستش. بعدش دوباره یک شیپ دیگه میاد داخل، بعد عکس محصولمون دیگه، از این بعد متناس و موشنایی که به متنمون دادیم. فقط اینجا میایم جلوتر، اینجا زمانی که کل متن وارد کار شد، اینجا یه دونه ترانزیشن میخوره، دوباره میره بیرون و متن‌های دیگه میاد. سبکای دیگه هم هست که شما این کارو بکنید، ولی خب قرار نیست که خیلی پیچیده‌اش کنیم، قرار یه چیز ساده و ساده ولی حرفه‌ای داشته باشیم. پس بریم تو کارش. خب بچه در قدم اول تو قسمت پروژکت ها من یه نیو سکانس درست میکنم با سایز 1080 1920 اینستاگرام که حالا من از قبل کاستوم زدم. شما میاد روی سیتینگ 1080 1920 رو میزنید، حالا سکونس نیم هم میتونید بزنید یا نزنید. اوکی رو که میزنید براتون یک سایز استوری اینستاگرام درست میکنه. فقط قبل از اینکه بریم آموزشو حالا کامل شروع کنیم، اینو بهتون میگم تمام فایل های این آموزش رو براتون توی کانال تلگرام قرار میدم، مثل همون فایل های PNG، افکت هایی که تقریبا استفاده کردم، حالا فونت ها که چی، چون بعضی از فونت ها که استفاده شده پولی ان، کامل براتون قرار میدم. اگر جایی توی آموزش متوجه نشدید، فایل ها رو دانلود کنید، همه افکت ها رو هم پریست ها رو هم روی پریمیرتون بندازید که راحت تر باشه براتون. زمانی که دارید آموزش گوش میدید متوجه بشید که مثلا من این افکت رو چجوری آوردم، از کجا آوردم، این افکت چی بود، کدوم افکته، که راحت تر باشه براتون. پس من نگران نباشید، فایل ها رو کامل براتون قرار میدم. خب بعد از اینکه من سکانسمو ساختم، من حالا بعد اون کادری که داشتم براتون میام. حالا یه نمونه رو براتون وارد میکنم. من این کادر رنگی رو اینجوری میکشم میندازم داخل کارم. میبینید که یک فایل افقی هستش که من باید اینو عمودی کنم، روش کلیک میکنم میام تو افکت کنترل، اینجا باید روتیت رو تغییر بدم، من اونو به 90 تغییر میدم و بعد اسکیلش رو اینجوری تا جایی که میخوام بزرگ میکنم. قدم بعدی چی بود؟ گفتیم که این که داره میچرخه اینجا میاد بالا. حالا من میام بعدش همین کارا رو میچینم، بعد میام دیگه دونه دونه موشن هاشو بهتون میگم. خب ببینید من اینجا این شیپ رو برام راحت‌تر بوده که داخل محیط فتوشاپ اینو طراحیش کردم، تو سایز استوری فایل پی ان جی شو آوردم اینجا قرار دادم. شما میتونید از ابزار پن همینجا استفاده کنید، ولی قطعاً پنش مثل پن فتوشاپ نیست و خیلی راحت‌تر باشه و شما بخواید هر شیپی یا وکتوری که حالا تغییرات روش اعمال کنید رو اونجا داخل فتوشاپ انجام بدید، پی ان جی بگیرید بیارید اینور دیگه راحت استفاده کنید، خیلی راحته. ولی این یکی شیپ رو من همینجا از ابزار پن استفاده کردم، حالا خورده نامرتب هست، همینجور کشیدم که شما بدونید. از این ابزار پن انتخابش میکنی و 4 نقطه میزنی. این حالت، حالا هر حالت دیگه ای خواستی میتونی داشته باشی، یعنی کلید آلت رو نگه داری روی کیبورد و روی پن کلیک چپ رو بزنی که اینجا برات مربع و دایره و اینا هم بیادش. خب بعدش حالا این میمونه، کیف میاد که حالا من اینجا کیف رو عکاسی کرده بودم توی فتوشاپ، نورش و ایناشو درست کردم و دوربری کردم، فایل پی ان جی آوردم. شما هر چیزی که دوست داری میتونی بیاری دیگه. خب بعد از این دیگه متنامون شروع میشه. حالا من برای اینکه آموزش خیلی طولانی نشه، دونه دونه متنا رو بعد بیارم تایپ کنم، متنا رو همه وارد میکنم، یه دفعه دیگه میرم روی کار موشناش و دونه دونه به موشنا پردازیم که ببینیم چطوری موشن بدیم. و یکی دو تا نکته داره، مثلا اون ترانزیشنی که وسط میخوره و حالا در انتها هم ترانزیشنی که اگر روی کل کار اجرا کنی. من یه لحظه تمام متنا رو میارم، بعدش ادامه آموزش.
اوکی بچه‌ها، من حالا متن رو وارد کردم دونه دونه. اینجا میریم افکت گذاری کنیم و دیگه از اول. خب ببینید من اینجا برای خودم، حالا اگر فایل رو یک بار دیگه نگاه کنیم، مثلا 5 فریم اومدم جلو. خب چون میخوام که یه دونه‌ش رو بهتون بگم، تقریبا خودتون دستتون میاد برای کارهای دیگه چیکار کنید. من اومدم میگم آقا 5 فریم بیا جلوتر. بعد از اینکه 5 فریم اومدی دیگه شروع بشه این چی کادر شیپ بیاد. خب قدم اول گفتیم چی بود؟ گفتیم که باید به شیپمون کی فریم بدیم و موشنش کنیم. برای این کار من روی کلیک میکنم روی شیپ، روی لایه شیپ، میام توی افکت کنترل، اینجا تیک پوزیشن اسکیل رو میزنم، حتی روتیت هم میزنم اگر نیاز شد، که حالا ما فعلا به روتیت کاری نداریم. میگیم که توی ثانیه 3 پوزیشن هم کجا باشه، بیاد بره بیرون از کادر. میگیم آقا این خارج از کادر باشه. بعدش مثلا 6 فریم بره جلوتر، 1 2 3 4 5 6. اینجا که اومد بیاد حالا کجا، بیاد بالا قرار بگیره، این اندازه مثلا کامل بیاد بالا. یه خورده مثلا شیپمون هم بزرگتر بشه، مثلا بهش اسکیل میدیم، حالا یه خورده بیاد بالا در این اندازه مثلا. بعد دوباره 6 تا بیاد جلوتر، 1 2 3 4 5 6. حالا چیکار کنه؟ بیاد اینو روی 100 قرار بده و اینجا قرار بگیره. حالا یه خورده بیاد پایین به این صورت. حالا من یه خورده اینو کوچیک میکنم شما بهتر ببینید. روشون کلیک راست میکنم، یا میتونید روی لینیر قرار بدید یا بیزیر. حالا من رو لینیر قرار میدم. در یک بار با هم دیگه بریم، میبینید میاد بالا و دوباره برمیگرده پایین. به همین راحتی نگاه کنید چه شکل قشنگی پیدا میکنه. این خیلی راحته، یعنی با یه پوزیشن اسکیل شما میتونید یه همچین چیزی رو درست کنید. دیگه خلاقیتتونه. مثلا یه دونه از همین دیگه میتونید اپاسیتیشو پایین آورده باشید، بذارید زیر کار، وقتی میاد پایین اون یه مثلا فریم بالاتر یا یه خورده بالاتر از این قرار بگیره، یعنی ظاهر بشه. اینو دیگه سلیقه است که خودتون میتونید اجرا کنید. خب حالا نوبت چیه؟ نوبت این شیپیه که من اینجا قرار دادم. خب من حالا برم این شیپو خود مرتبش کنم. توی افکت کنترل اینجا رنگ و استروک و اینا رو میتونیم بهش بدی، مرتبش کنیم و برگردیم ادامه آموزش. خب حالا چیکار میکنیم؟ من اینجا از یه افکت استفاده کردم. یه سری افکتن که حتما براتون قرارش میدم که شما فقط اون رو روی فایلتون اجرا کنید. میریم تو قسمت افکت، من اون افکت رو میارم. حالا من اینا رو براتون قرار میدم. خب مثلا یه همچین چیزی اومدم یه افکت دادم. خب یک بار با هم کارو ببینیم. انگار یه حالتی از بالا میاد روی پایین میمونه و بعد از این که این کار قرار گرفت، حالا نوبتی چیه؟ حالا نوبتی کیفه. یعنی دقیقاً زمانی که این اومد نشست اینجا کیف ظاهر بشه. من توی کار خودم چیکار کردم؟ اومدم خیلی راحت به کیفم چی دادم؟ پوزیشن دادم. نگاه کنید اومدم پوزیشن روتیت و انکر پوینت و همه اینا دیگه خلاقیت، یعنی چیزی جز خلاقیت داخل این کارها نیست. مثل دقیقاً شیپ اولی که دیدید، تمام فایل ها، نوشته ها و تکست ها رو شما میتونید به همین صورت که الان دارید میبینید بهشون نقطه گذاری کنید برای خودتون. مثلا من اومدم گفتم این کیف تو این ثانیه مثلا تو فریم یکش مثلا تو این قسمت باشه، انکر پوینتش مثلا اینجوری باشه، مثلا روتیت کنه بچرخه کیف وارد بشه و یه همچین چیزی. میبینید کیف یه همچین حالتی نگاه کنید داره میچرخه و وارد میشه. شما میتونید دونه دونه به طریق خودتون روتیت بهش بدید و بعد روش کلیک کنید. اگر نقطه انتها پایانی دارید میتونید روی نقطه پایانی کلیک کنید و ایزی این رو بزنید و روی نقطه اول ایزی این، یا رو لینیر بیزیر، یا مثلا این وسط‌ها اگه میخواید یه تایمی بمونه و بعد بیاد هولد رو بزنید. اینا چیزای خاصی نیست که من روشون رد میشم، چون میخوام نکات رو به شما بگم و واقعیتش تمام داستان رو همین قسمت میچرخه، چیز دیگه‌ای نیستش. خب این کیف رو هم من به همین صورت که دارید میبینید قرار دادم. خب یه قدم بعدی چی داریم؟ قدم بعدی متنامونه که من دونه دونه فقط به شما نشون میدم، چون میخوام برسم سر وقت دو تا نکته اصلی که دیگه چیزی واقعا این وسط این آموزش نداره در اصل داستان. خب حالا یه خورده حرفه‌ای‌تر هم میشه این داستان رو پیاده کرد. من این آموزش برای شما قرار دادم که شما متوجه بشید تا با این حرکات خیلی ساده یه موشن باحال درست کنید. خب اینجا به بعد تکست است. مثلا اینجا میگیم پودو بیا اینور بازار. من 3 تا حالت بهش افکت دادم که این افکت فقط یه خورده چی میخواد؟ خلاقیت میخواد. یک، ما یه افکت، مثلا این افکتایی که حالا من براتون میذارم اگر نگاه کنید یه ایزی این داره، یه ایزی اوت داره، یعنی ابتدا و انتها. خب پس چیکار کنیم که زمانی که ورود میکنه یه افکت بخوره، وسط داستان یه افکت و بره انتها هم که خارج میشه از کار یه افکت. مثلا من الان برای این تکست این کاری کردم، یکی از این ترانزیشن ها رو برای ابتدا قرار دادم، اومدم جلوتر تقریبا بر اساس تایمی که اون نوشتم هستش اومدم اپاسیتی رو مثلا 100 گذاشتم، بعد
بعد 2 فریم جلوتر 0، 2 فریم جلوتر 100، 2 فریم جلوتر 0. یعنی 2 فریمه باعث میشه که روشن خاموش بشه و یه حالت چشمک زن رو اجرا کنه و در انتها هم میتونید یک ترانزیشن ایزی اوت رو بهش بدید و همین، چیز خاصی نداره. بقیه متن هم واقعیتش همینه و هر نکته که خیلی اینجا مهمه میخوام در انتهای کار خیلی ساده بهت بگم اینه که ما اینجا اومدیم چیکار کردیم. تو یک تایمی تقریبا میشه گفت وسطای کار خب اومدیم یه دونه این نکته که خیلی مهمه توی این قسمت، مثلا توی ثانیه 7 خب که من تمام متنم تقریبا اومده، تمام عکسامو نوشتم و همه چی اینجا مونده، میخوام یه چشمک بزنه کل کارم. خیلی از استوری موشن ها رو نگاه کنید این رو دارن توی تایمی، به خاطر اینکه اون حالت خستگی چشم بین بره و یه حسی به بیننده بده و یکم باحال بشه دیگه. خب ببینید هزاران روش هست خب توی پریمیر. این راحت ترین روشیه که شما میتونید اجرا کنید. میایید توی قسمت پروژکت، توی این قسمت ادجستمنت لیر ها رو بهش میدید، یه ادجستمنت میذارید اون بالا هر چند ثانیه که میخواید قرار بگیره قرارش میدید. حالا من این صدا رو میوت کنم که اذیتمون نکنه. تقریبا 2 ثانیه اینجا این قرار گرفته. بعد اینکه این رو گذاشتید این بالا، من اومدم بهش یه سری افکت دادم. این ادجستمنت لیر چیکار میکنه؟ هر چیزی که شما به ادجستمنت لیر ها بدید به لایه های زیریش هم اعمال میشه و اینجوری میشه که خیلی راحت شما وقتی که به ادجستمنت میدین تمام لایه ها این افکت روش اعمال میشه و یه چیزی مثل این چیزی که الان ما داریم در میاد. و در انتها ساده ترین کاری که میتونید بکنید اینه که من اومدم کل کارم رو بعد اینکه بستم اومدم همه فایل رو با هم انتخاب میکنم، نست کردم این کار رو. برای نست کردن من همه فایل ها رو اینجوری انتخاب میکنم، روش کلیک راست میکنم و اینجا کلید نست رو میزنم. خب کلیک راست که کردید و نست رو انجام دادید همچین چیزی در میاد که من اینجا در انتهای کار کراس زوم اضافه کردم که از افکت های خود پریمیر همه مدلش رو گذاشتم که شما بدونید از اون روش از این روش همه جوره میشه این کارو کرد. میان تو ویدیو ترانزیشن روی دیزالو و بعد از اینکه دیزالو زدید میتونید از کراس دیزالو یا واید و بلک و اینا میتونید استفاده کنید، یا اینکه روش کلیک کردید کلید کنترل دی رو بزنید به اول و انتهای کارتون یه ترانزیشن میده. میتونید برید اولی رو پاک کنید آخری بمونه، ثانیه‌اش رو به همین صورت اینجوری بگیرید کوچیک بزرگ بذارید و خیلی ساده برید رندرتون رو بگیرید. یه چیز خیلی جمع و جور راحت میتونید درست بکنید. سوالی هم بود حتما ازم بپرسید. اگه از این دست آموزش‌ها هم دوست داشتید حتما منو سابسکرایب کن، فالو کن، لایک کن، کامنت بذار، دایرکت پیام بده. سوالی چیزی بود. قربون همتون، شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.